روز بخیر بینندگان عزیز، سرخط خبرها را از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی تقدیم میکنیم. در این برنامه از مذاکرات بی نتیجه روسیه و اوکراین، افزایش فشار و تفتیش مهاجران تاجیک در روسیه، سرنوشت آسیب دیدگان مناقشات در مرز تاجیکستان و قرقیزستان و باز هم تغییر یافتن قرب روبل روسی صحبت میکنیم. مذاکرات بین اوکراین و روسیه به نتیجه انجام یافت و عین زمان نیروهای روسیه به پایتخت شهر کیف و دیگر شهرهای عظیم اوکراین نزدیک می شوند. روسیه هفته گذشته به سبب به اوکراین حمله کرد و هرچی بیشتر در انزوای بین المللی قرار می گیرد. بنا به گزارش‌ها نیروهای روسیه روز 28 فوریه محله‌های اهالی‌نشین خارکوف، دومین شهر بزرگ اوکراین را بمباران کردند. ملاقات هیئت‌های اوکراینی و روسی در مرز بلاروس صورت گرفت و ولادیمیر مدینسکی رئیس هیئت روسیه گفت دو طرف به موافقه رسیدند که مذاکرات را ادامه بدهند. عین زمان عکس‌های ماهواره‌ای شرکت مکسر نشان می‌دهد که کاروان 25 کیلومتری نظامی روسیه عبارت از تانک و زیره‌پوش‌ها به سمت کیف حرکت می‌کند و حالا در 25 کیلومتری از مرکز آن قرار دارد. بینندگان گرامی، در برنامه خبری امروز رادیوی آزادی که ساعت 17 به وقت دوشنبه و ساعت 15 به وقت مسکو نشر می شود خبرهای تازه ترین اوکراین را تقدیم می کنیم. از تاثیر عاقبت حمله روسیه به اوکراین به اقتصاد تاجیکستان گزارش مفصلی داریم که چگونه به تجارت و معاملات بین بانک های دو کشور تأثیر گذاشته است، از جمله درباره محروم کردن بانک های روسیه از نظام معاملاتی بانکی سویفت. یکی از نظرها رو اینجا همراه می‌بینیم. نظام پرداختی گوییم که عمومی جهانی سویفت که شتاب کوارتیرش در بلژیم میباشد بسیارتر برای خدمترسانی پرداخت‌های مزاجون کارپوراتیوی گوییم، برای گوییم که خرید مال و محصولات خدمترسانی که از دیگر دولت‌ها می‌شود، آنها این خدمترسانی رو فعالتر گوییم که استفاده می‌برند. اما برای گوییم که مهاجران ملتی ما اساساً گوییم که آن نظام‌هایی که ما بک شدن صورتحساب می‌توانیم مبلغ‌های اونها رو انتقال کنیم، می‌تونیم قبول کنیم، ما فعالاً از آنها استفاده برده استودیم. مهاجران تاجیک میگویند جنگ روسیه با اوکراین فشار پلیس بالای مهاجران را کم نکرده است. آنها میگویند روز گذشته ده مهاجر تاجیک در مسکو بازداشت شدند. یکی از مهاجران از داخل بازداشتگاه این ویدیو را بر رادیو آزادی فرستاد. الله قسم همه داکومنت داریم، همه 100% اینا پاتنت همه چی هست. به خدا قسم آوردن من کاریان ادامه. گزارشی را درباره بازداشت بی‌سبب مهاجران تاجیک در روسیه در برنامه خبری تقدیم می‌کنیم و نقل خود مهاجران را می‌بینیم. در برنامه خبری امروز دایر به وضع آسیب دیدگان جنگ در مرز تاجیکستان و قرقیزستان هم گزارش داریم. درباره سرنوشت سفرعلی جوان ساکن ناحیه باباجان غفوروف، یکی از آنها که از پایش محروم شد و دیگر نمی‌تواند تامین عائله‌اش را تامین کند. کم قیین شد دوستان خدا خواهد نقص شود مانیم نزده زندگانی کردن نکنیم، بچه های پایدن نکن. و در پایان سرخط خبرها قرب سامانی در برابر ارزهای خارجی را میگوییم. قرب روبل در برابر سامانی به سبب تحریمات به ضد روسیه زود تغییر می‌یابد. بر اساس قرب اعلام کرده بانک ملی تاجیکستان در کشور 1000 روبل 112 سامانی است. در بانک‌های تجارتی 1000 روبل را با 107 سامانی عوض می‌کنند. بانک ملی قرب $100 آمریکایی را با 1130 سامانی و 100 یورو را با 1267 سامانی تعیین کرده است. بینندگان عزیز، این همه خبر و گزارشات تا 3 ساعت دیگر در برنامه خبری رادیوی آزادی ساعت 17 به وقت دوشنبه و ساعت 15 به وقت مسکو به خدمت شما برمیگردیم و منتظر شما هستیم.